روزی که امام خمینی علیه رحمه فرمودند یوم اسلام است، یوم حیات است، یوم سرنوشت است. فلسطین قلب مسلمین است، چون اگر قلب آسیب ببیند اعضا هم آسیب میبیند. لہذا امروز به عنوان یک مسلمان بر همه لازم است که بر علیه اسرائیل، بر علیه دشمنان و آنهایی که فلسطین رو غارت کردند، غصب کردند و مظلومان الان هم چندین سال از 50-60 سال و امروز هم میبینیم هر روز از فلسطین صدا میرسد مظلومیت. کاش که مسلمان جایی باشند که به فکر ما به ما کمک کنند. لہذا امروز کمک کردن به مسلمان، به فلسطین، کمک کردن به اسلام است. لہذا امام خمینی فرمود اگر مسلمانان جمع بشوند و یک بالتین آب بر علیه اسرائیل بریزند، اسرائیل نیست نابود می شود. و شهید بهشتی علیه رحمه فرمودند اگر مسلمانان متحد شوند و یک لعب دهن علیه اسرائیل بریزند، اسرائیل نیست نابود بشوند. ما هممون زن و مرد، مسلم و نان غیر مسلمانان که میبینیم امروز در فلسطین چقدر مظلومیت زجر میکشند، فریاد میزنند الاتش الاتش هل من ناصر ینصرنی. فقول شهید مرتضی مطهری اگر امروز امام حسین بود میفرمود مرا در فلسطین کمک کنید. و ما الان هم توی این منطقه بارامولا کشمیر بر علیه اسرائیل صدا میزنیم مرداباد مرداباد، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا. انشالله به زودی ما خواهیم ببینیم اسرائیل نیست نابود شود و فلسطین آزاد شود و دنیا همه جا امن و امان باشد. انشالله اون روزی برسد وقت یوسف زهرا تشریف بیارند. همه من دعا بکنیم اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اوانی و انصاری والمستشهدین بین یدیک.